سلام بچه، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم با آموزش ساخت کانفیگ وایرگارد با حجم و روز دلخواه. برای ساخت این کانفیگ به یه پنل نیاز داریم که پنل رو براتون داخل چنل تلگرام گذاشتم. لینک چنل داخل توضیحات ویدیو و کامنت ها هستش. اگه دنبال این آموزش ها میگردید حتما چنل رو سابسکرایب کنید که هر روز براتون از این ویدیوها میذارم. پنلی که براتون داخل چنل تلگرام گذاشتم روش کلیک میکنیم، برنامه پایتون رو انتخاب میکنیم، یه همچین صفحه برام باز میشه. برای ساخته شدن کانفیگ روی این بخش کلیک میکنیم، سیو AS رو میزنیم، بعد روی علاوه میزنیم و این مجاز رو بهش میدیم. برمیگردیم صفحه اول. اینجا حالا برای ساختن کانفیگ روی این دایره زرد کلیک میکنیم. برای کار کردن به یک رمز نیاز داریم که رمزش است اکسر 39. وقتی که رمز رو وارد کردید میگه لطفاً گوشی خود رو انتخاب کنید. عدد گوشیتون رو وارد میکنید. حالا گوشی من پوکو هست، عدد 4 رو وارد میکنم. میگه لطفاً سیم کارت خود رو انتخاب کنید. سیم کارت من ایرانسل عدد 1 رو انتخاب میکنم. بعد میگه لطفاً کشور مورد نظر رو انتخاب کنید. من میخوام برای کشور آلمان برای من بسازید. عدد 1 رو وارد میکنم. میگه اسم کانفیگ رو وارد کنید. حالا میزنم ارشیا 2018. بعد میگه کانفیگ چند روز کار کنه. از 1 تا 200 روز میتونید انتخاب کنید. مثلا میزنم 1 ماه 30 روز. بعد از کانفیگ مثلا 10 گیگ میگه کانفیگ شما ساخته شد. حالا وارد برنامه وایرگارد میشیم. برای اضافه کردن کانفیگ سمت چپ پایین روی به اضافه کلیک میکنیم. وارد کردن از طریق پرونده رو انتخاب میکنیم. اسم کانفیگی که ساختیم رو سرچ میکنیم. حالا کانفیگی که ساختیم رو اسمش رو سرچ میکنیم. سرچ میکنیم که برامون کانفیگ رو پیدا کنیم. وقتی که آورد روش کلیک میکنیم میبینیم که میگه وارد شد. حالا روی کانفیگ که ساختیم کلیک میکنیم، این مداد رو میزنیم. ببینیم که بخش سرورهای DNS خالیه. باید اینجا یکی از کدهای رادار رو بزنیم، مثلا 78.157.02.100. اینو وارد میکنیم. حالا روی این میزنیم تا ذخیره بشه. بعد روش کلیک میکنیم، میریم که وارد پابجی بشیم ببینیم برام بالا میاره یا نه. حالا وارد پابجی شدیم، ثبت میکنیم که پابجی برام بالا بیاره. صورت ویدیو رو یک کم زیاد میکنم. میبینیم که پابجی هم برامون بالا برد. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.